سلام دوستان مهربان، خدا نگهبان هر یک کدومشون باشه. اولش پروردگار و شما هستی که چقدر مردم نیازمند کمک میکنید دوستان. رحمت خدا به همه. دوستان عزیز، از 3-4 روز پیش یا 2 روز پیش بود ما یک ویدیو را مونده بودم برای یک برادر ما ماشینش میفروخت، مقصد کپیت 2 میلیون چند قدر اولم در فروش هست. صحبتشون توغری نگرفته شده، گفته قیمتی بعد. امروز با یک برادر دیگه پیدا شد که التماس من ماشین میفروشم دستوراش نه. ماشین دو ولادت داره، یعنی که 86000 پرابگ داره. لیسنزش تا 2025 دوستان. ماشین باوری آدم خودمونه میتونه که ان شاء الله با باوری توم زنگ بزنه. این صورتاش ایالا و موندن میگیرم چه خیلی خریدنش 2015 2016 سالش. با اون خاطر به حد ماشین سسته‌اش خوبه. کدمی که چی زنگ میزنه از نون ما صحبت بگه سلام بگه ان شاء الله. بعد وای بدونه دوستان عزیز که نرخ نوش همینجا سراز میگم با نگه چانس می 550000 به خاطری که سروش نه او مردک دست سوم در کرای به خاطر همو ضرور بودنش 550000 تاکسی تیار میگیری فقط های میکنی. چی میگم دوستان؟ ویدیو کوتاه کای میتونه دستگیری کنه و برای ماشین خریدار کنه. 550000 این صورتاش مونده مایلا ختون دیده زنگ بزنه ان شاء الله. اکه عزیز جواب میگه ماشین میبرن نشون میده. خواهش میکنم فقط مسئله بچه‌ای که تاکسی میزنه ماشین در کارشونه همه زنگ بزنه، بیکار و بکار زنگ نزنه چون که کاری زندگی دارن. خدا نگهدار. السلام علیکم. بچه‌ای که مقصد در همین مسکو در امید نداره یا که وقت نداره، این چی هم ماشینایی که ایدرای خونه‌تون میرون میگیرن میان دوستان. ایدرای خونه‌تون میگیرن میارن این ها دوستان. ایش نشناش ایش روزاکیه، یعنی که شبکه میرون میارن روزا میرن فرما 24 ساعت کار میکنن. کانتینروش اینا هستن که در کانتینر جا میکنن. ایجا بعد در ماشینوش که مثلا هستن الحمدلله یک دو خونه ماشین 3 4 تا کپیدگی تمامی محصولات میبرن. چندی نرخ شکر 60 روبل. کانال به وجود زنگ بزنن. خوب دوستان مهربان نگاه کنید. کیلوی بار 60 روبل. از در خونه شو برای خیلی چند کیلو راه 850 کیلو بولو. 150 کیلو بالا باشه مقصد بپلای. نگاه کنید اگر بار تو 150 کیلو زیاد باشه دوستان مهربان بدونه که